أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم انما بعثت معلما لأتمم من مکارم الاخلاق. الحدیث. حضار گرامی اعزای محترم، جناب مدیر صاحب معزز و جناب معاون صاحب و سرمایه صاحب ها و جمعی استادای ما، واقعیت ما افتخار هستیم و بسیار افتخار میکنم و جمعی جوانایی که در سن 12 اینا پروگرام برنامه کردن، قدر قیمت اینها را الله متعال قبول کنم، شما را قدر کردم. استادان گرام قدر، ما با استادای خود و با شما و جمعی کافه انسانیت، خصوصا که در راست دعوت و پیام و تعلیم و تربیه و اخلاق و ادب است، میبانم و فخر میکنم. استادان گرام قدر، الله متعال برای شما چی در دنیا باشه و چی در آخرت برنامه های خاصی مهیا کرده است. الله متعال در قرآن کریم پیام اول نجات برای امتش اقرا بود. اقرا بسم ربک الذی خلق. گفت پیامبر بخوان، تعلیم بده، تربیه بده و این انسانیت نجات بده و این پیام سلسله امروز نوبت به ما و شما رسیده. دیگه انشاءالله جایگاه ما و شما و جایگاه شما، جایگاه جمعی استادانی که در هر سرزمین دنیا بسیار قدر و قیمت دارند، الله عزت دارین همه ما و شما را نصیب بگردانه. در راست ما جناب مدیر صاحب است، الله عزت نصیبش بگردانه. واقعا بسیار تلاش میکنه به خاطر بهبودی کشور مکتب ما و شما و برای رسیدن یک درجه بسیار عالی تا فرزندای از این کشور که فرزندهای ما و شماست، برادرای ما و شماست، میاد رشد کامل خود برسن، اینها در نهادهای بزرگ فردا جابجا شود تا زمینه خدمت گذاری برای کشور مساعد شود. یک حدیث میگه نبی کریم صلی الله علیه و سلم داخل مسجد نبوی شد. دوستان وقتی داخل مسجد نبوی شد، دو حلقه، یک حلقه ذاکرا بود ذکر میکردن و یک حلقه یک صحابی استاد بود دیگرش تعلیم میداد و رسول صلی الله علیه و سلم در این جریان داخل مسجد نبوی شد. وقتی که داخل مسجد نبوی شد، اردوش پذیرفت و گفت انما بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق. گفت ما یک معلم آفریده شدیم، یک معلم آفریده شدیم، یک مربی و تربیه کننده آفریده شدیم تا زیباهای اخلاق به شما تعلیم بدم. امروز این وظیفه ما شما را الله و ما شما لیاقت دید. این لطف الهی است، این لطف الهی است. این وظیفه پیامبری به ما شما داده شد. الله کمی و کاستی ما شما را چون ضعیف هستیم، مخلوق عاجز هستیم، الله معاف کنه. دیگه روزتون برایتون تبریک میگم. آرام باشین، سرفراز باشین، خامگار باشین. زمانی که ما از خانه های خود بیرون میشیم، الله متعال برای کل مخلوقات ان الله و ملائکته یصلون علی معلم الخیر. الله وظیفه میده برای ملائک، چقدر تعداد زیاد است، برای خودش و برای مایه ها در بحرها و برای مرچه ها فی حجره ها در خانه هایشان و معلم خیر میگه شما درود بفرستید. الله متعال عمو چیزی که الله در نظر به ما گرفته در دنیا و در آخرت به همه ما و شما نصیب بگرداند. تشکری و احترام میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.